فکری خطا نظری خطا یگان شاید یگان پیام داری یگان بگیم پیشنهاد خوب داری همون را با چهرت میبروی میگوی ترا اون کس با فکری ما که جنایتکار دی حساب نمیکنه اون کس ایت نمیترسه که ایزو نمیکشی برای زن بله چهرهش افکار درست نیست که بگیم که در کارم نیست لیکن مرد باید با چهره افکار ببروید صحبت کنه پیشنهاد خودش بکنه و دیگر پیشنهاد میاد که نظر خانم یا که زن میگم که در مسئله میدیا و او یک هموطن دیگه اونم پیشکی گفت بله تاجیکستان تمام میدیاش رادیو بگیم تلویزیونش رسانه‌های خطی و بگیم که تمام شاعر نویسنده‌ای که از طرف رژیمه همش خپن نه اینکه امروز یا که این وقتی حادثه ده از اون وقتش خپ بودن فقط اونا تعریف توسط امام علی میتونن برای همه دیگه این مهاجرا مجبور شدن که در افیرای مختلف بدروین صحبت کنن اگر از همینجا یک وزیر تاجیکستان یک وزیر داخلش باشه خارجش باشه سروزیر که یک پرزیدنت خودش مثلا باشه افیر کنه مردم نمیدونه تماشا کنه اما میدونه ما کی گوش میکنه دیگه نمیدونه ما را گوش نمیکنه میران همونجا سوال باشه جواب باشه یا که یگان افیری پخش مستقیم با ویدیوی باشه همونجا در کردن میگیرن دیگه مخالفا را کسی اهمیت نمیده برای درد چون هم دا پرامو مستقیم میگن یکی مردم میگرزن پرزیدنت همچنین بومون که جوگاش لگه پینهانش لگه در خیلی که در وقتی کرونا ویروس ماهی اپریل اخیرش به 3 اپریل اعلام کردن قریب 2 هفته نبود ولی 2 هفته قریب نبود در سال گذشته پینهان شده بود این سال هم در این وقت سختی در وقت این مشکلات در این جنگ خونریزی نارامی با جوگا شدگی خودت گیجات جوگا میشه تو نفر هستی که تو باید در همین پیش چشم مردم هم وقت باشی اقلا ای پیش نمیره در افیرو باید باشی و مردم صحبت کنی خیلی که اینا صادر جعفرو و جعفرو پرزیدنت یعنی نوی قرقیزستان هم همدردی بیان کرد هم 2 روزی ماتم اعلان کرد هم با بالنسا یا کم بیمارخانه رفت خبر گرفتم او را نمیتونی همین کارا یعنی هرسش یک تاش نمیتونی کرده همدردی شکو میتونی نمیکنی بالنسا همون بیمارخانه رفته میتونی در جنازه‌شون اشتراک کرده نتونستی میتونستی در ترکیه زیاد شما دیدگی نوارو صورت‌ها هست یک سرباز یعنی شهروند ترکیه جان میتکو سرباز پرزیدنتش هم اشتراک میکنه وزیر داخلش هم وزیر مدافعش هم و دیگر راهبرا او را با تنتنه با همون تمام قانون قاعده حربی با همون سفرایی یا که همون پرد خطی میبرن یعنی قهرمان یک بهترین شکل صورت خطی میبرن او را بگیم که جنازه کرده به خاک میسپرن که امجد دیگه همون مادرش هم یک فخر افتخار هم میکنه اگرچه یک مصیبت در بالاش یک افتخار میکنه که بچه مرا اولا که قهرمانانه برای وطن جان داد دیگه این حکومت این دولت این بگیم راهبرا به قدری و به ناپسندیش نکردن این روی عزت حرمت روی یک الهام یک خرسندی بود در وجودش که یک قوای دل میشوه در ما چی این 18 نفر یک نفر 2 نفر نیست بگذار یک مثال دیگه میارم در این بین 18 نفر شما تصور کنید که بچه پرزیدنت میبود مثالی ای خیال بیرنه در فکر هیچ کاتگوری نمیگیره در همینجا یک بچه رحمانوف یا مایدکش و کلانیش یا که یک بچه وزیر در همینجا میمور چخل میشید همین رنگ همین ناپسندیش میکردن میوردن گورش میکردن نه تمام ارمیا میره حاضر میشید تمام دارو جانه حاضر در همینجا 18 نفر ما سربازی ما قهرمانان ما در همه حمایت وطن وفات کردن در اینجا در دوشنبه نکنه که خدای بکنه میشه و فرزند رحمان با نارکوتیک وفات کنه حاضر در همین شب روز تمام دولت تیار میشن برای جنازه خوانی تمام وزیر در همونجا تمامی گفت که همون گپا همه انسان از اون بود همه جمع شدگی در همونجا برای یک نارکمان که نارکوتیک مردگی است قهرمان گفته برده گور میکنن اما این 18 نفر برای دفاع وطن مردگی هست حتی که ما امام علی را طلب نمیکنیم ما اوس نمیریم رئیس ولایت سوخت یا که معاونش خودش نمیدونیم معاونش
در جنازه شرکت نمیکنه. یگان بله انسان رو میکشن. نمیدونم این یک نوپیسندی به حرمتی ای بسیار دهشته. مردم رو اهمیت نمیتن این تر چیزا. همین باز همینجا یک چیز دیگر هم میگم نه تماشابینا و شاید در آینده با دیگران تماشا کنن. شما بله غیرت دارین، زورین، نگین ما میریم جان میتیم. شما بدونید که شما جان میتین، اینا یا زندگی میکنن یا بعد شما در مرداتون توف میکنن، در قدری شما نمیرسن، ارزش احترام شما را نمیدونن. شما برای چی میرین جان میتین؟ چی به اینا میرن انجام بدن؟ چی به اینا میرن انجام بدن؟ وطن انت توقع نیست. حفاظت یا دفاع وطن تنها وظیفه ایت نیست. وظیفه ایام هست. ایام باید وطن دوست بدارن، ایام باید برون. تا هر نفر که برای مردن یا برای وطن جان میتی یا تیاری بدونه که بعد از مرگ اینجا قدردانی میکنن نمیکنن، در اونجا جواب میگوی. خبر یا که همون لحد جایی نیست که تو خواه کنی، جایی نیست که تو بگریزی، جایی نیست که تو را هیچ که پیشت نیا. تو در اونجا چی جواب میگوی؟ تو برای چی مردی؟ برزیدی کی جنگ کردی؟ کی تو را فرمان داد؟ با اختیار کی رفتی؟ هم این طرفش فکر میکنی یا دفاع میکنی زورای، اون طرفش هم فکر که دیگه برگشت نداری. برگشت نداری که بگوی خطا کردم خیر رفتم. همین خطای تو تا ابد، تا ابد. اون دیگه مرگ نیست. در دنیا مرگ وجود نداره، تغیی وجود نداره، مردن وجود نداره. دیگر یه حیاتی یک عمره. تو در اونجا چی جواب میگوی؟ باید اون طرف فکر کنی. معنی گفت اون نیست که اون کس نروه ایمارز دفاع نکنه. چند بار گفتم با تکرار میگم، یا قرقیزه یا ازبکه یا ایروی مسلمانی. قرقیزستان هم مسلمان داره، ازبکستان هم، ایران هم، افغانستان هم در اطراف ایمان. ایران نیست، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان. هر کدومش با طرف ما یا سنگ زد باید ما یا سنگ بزنیم، یا حقارت کرد باید ما یا حقارت کنیم، یک نفر کشت باید ما یا نفرشون بکشیم. اینجا معنی گپ ما اون است که شما دفاع نکنید. تنها گپ ما همیه که مردم عادی را نبرین، در اون جنگ اشتراک نکنن. ارمیا درآورد، ارمیا بدرور و در اینجا در پهلوی همین ارمیا سرباز و افسرها باید گنرال ها باشن، کلانترها باید باشن. خیلی هوایی نرین، خونه یک نفر نسوزونین یا که زمین شو ویرانه که کودک زن شو نکشین و با دیگر بگیم ظلم دست نزنین. جنگ قانون خودی خودش داره گنرال جنگ میکردگی. یعنی اون گنرال در تاجیکستان نیسته که قانون خودی جنگ بدونه تاکتیک را همون را پیش بدرورین. هر دیونه و بیاقل ندرورین. غیر از این سخن ما در اینجا بود که هر نفری که برای وطن، برای هر کاری که جان میتی، اولا فکری ایستش کردی اوستش بکن. پیشایی فکر اینجا دنیا. اون دنیا را فکر که امام علی نگاه کنین در دنیا 18 نفر رفت. امام علی ایتانشون جواب میگه که خیر ما گفتم برای ما رفتن یا که برای وطنش رفتن شما هیچ نگین. میدونین منکر نکیر میگن تا فرشته با قبر میاد و پیش هر یک تای ما شما میریم دنیا. در قبر یگان خطیب هست داملایی که فتوا میتن. سلامانه توقی منه توقی چورگله و پنجگله دورن. یگان تایمی فتوا میدادگه در قبر هست برای شما کمک کنن نیست. برای همین وظیفه حفاظت از وطن، ناموس، مرز بوم یکم درجه این مسئولیت چون یا که بر عهده ارتش است. ارتش وقتی ارتشمون ای دستش هیچ نیومد شکست خورد، بله انا وقتا ما خودمون یکم دعوت میکنیم و میریم توی بگیم که دشمنان را نابود کنیم. ای خوزی وقتی نیست که مردم بروه و بازم صحبت ما دیگر طرف نرا سر قربانی ها. ببینید گفتی همین برادر استانایف رئیس ولایت در جنوب در ولایت سوق در میکرد. چی برای رئیس ولایت نمیراد در جنازه شون اشتراک کنه؟ زپدلو میدونی اون نفرو برای چی جان دادن؟ در یک صورت ما دیدم در دست شهروندان اودی автомат رئیس ولایت سوق دانش گیز خندیده است. این حادثه است که باید یگان رئیس یگان وزیر پرزیدنت یا تماما خنده نکنن. اونجا 18 خانه اگر با اولادش بگیم شاید 80 اولاد زیقزار گریه و ماتم دارن. گفتم که یکم دوم می در قرقیزستان روزی ماتم بود. برای چی؟ 13 نفر بودن، شاید که زیاد چی تعدادی مرگشون. 13 شهروند قرقیزستان وفات کرده در همین حادثه. یعنی ای دنیا گذشته در همین جنگ. ماتم ملی 2 روز اعلام کردن. در تاجیکستان نه ماتم ملی اعلام کردن
نه همدردیشون بیان کردن نه در جنازهشون اشتراک کردن. این بی‌قدری در کجا است؟ شما ایرو همین بو میفورتون که برند دفاع کنن یا که همین رژیم باور کنن یا طاقت کنن خاموش بستید. این کار نمیدونم آدم گمراه نکنه، هر کس نباید این کارا بکنه.